سلام برای بچه، خوش اومدین ویدیو امروز اومدیم که درباره لامبرجک چطور برداشت کنیم، طریق نقد کردن و چیزهای مهمی که در این ربات هست. خب ویدیو امروز خیلی خوب جنجالی است، تا آخر ببینید. این ویدیو هم لایک کنید، چنل رو سابسکرایب کنید تا ویدیو گذاشتیم با خبر شید. خب ویدیو نمیخوام طولانی کنم، بریم الان سراغ ربات. خب میریم تو ربات، توضیحات همه تو ربات گفته میشه. خب اول از همه اینجا کانکت میکنی والیتون رو به ربات لامبرجک. خب الان داره میره تو تون کیپر، من کانکت کنم. بهتون میگم چقدر دارید برداشت کنید. خب حساب که نخواستن ندارن اینقدر پول برداشت نکنن، کسانی کم دارن میتونن برداشت کنن. خب میگه اوکی. وقت شد. ببین اول میتونستید اینجا کوین جمع کنید، الان با تسکاش میتونید جمع کنید. من جون کانال شدم فکر کنم، نه. خب ببین اینجا الان وصله، میام اینجا میگه طریقه برداشت کارمزد میخواد. کارمزد چقدر داره؟ برای بعضی نزدیک به 1 تن کن، برای بعضی نیم تن کن. الان آورده 4 دهم تن کوین میخواد. خب اینو که وارد کردید، اینو گسی رو که دادید، این عملیات انجام میشه و توی اگه نفهمیدی روی این میزنید. اگر روی دوم بزنید والیتتون دوباره هست میشه. خب رو اون زدی گسی رو تازه میگیره، بعد دوباره هم اونجا میزنید و به والیتتون میرن. اندازه یک دیگه تا 1 روز شما صبر کنید نیومد، 8 ساعت میگه بعد. خب بچه الان این توی تون کیپر لیست نیست، بریم براتون نشون بدم. فقط اینا میرن تو تون کیپر، توی کوین مارکت کپ اینا لیسته، ولی توی اینا تراسوله تون کیپر اینا وصل نیست. خب میزنم اینجا ببینید، من اسمش هم میزنم نمیاره، من لام ببین نمیاره. همستر ببین میزنم. بچه این همستره، بیشتر یوتیوبر ها میگن این همستر، نمیدونم دیگه. ما میزنیم 100 میلیون داریم فکر کن چقدر میشه. اوه دیگه 49 کوانتوم بزنیم چقدر میشه. میشه خوب 500. دروغ میگه ولی این همه استفاقی هم نیست. خب دیدید که اگه کوین اینجا اومدن توی تون کیپرتون به هیچ وجه اینا رو انتقال ندید به یه صرافی، اینا بذارید توی صرافی ایران لیست بشن. فکر کنم توی اینجا نمیره به ارز دیگه تبدیل هم نمیشه. بذارید که توی صرافی ایرانی و ترانسفر اینا لیست بشه، بعد من خودم توی کانال تلگرام به شما خبر میدم. جوین کانال تلگرام شه که لینکشون توی کامنت ها دیسکریپشن میذارم. تا این ویدیو هم لایک کنید، چنل رو سابسکرایب کنید تا ویدیو بعدی. خدا نگهدار. نظرتون توی کامنت ها بنویسید، جواب میدم بهتون.